تو انجام جام جهان 2018 5 روزی دیگر باقی ماند. دسته‌های باقی مانده مسابقه برای راه یافتن به بازی فینالی از همین روز رقابت‌ها را شروع خواهند کرد. دسته منتخب فوتبال فرانسه که اکثر آن را بازیگران جوان تشکیل می‌کند، امکان دوباره به فینالی چنین مسابقات سطحی بلند برآمدن را در دست دارد. هرچند 2 سال قبل آنها در فینال جام اروپا هنرنمایی کردند، ولی این دفعه برای دسته دیده دشام جهت فتح کردن قله بلندترین مسابقات سیاره چند قدمی دیگر مانده است که آن هم با آسانی به دست نخواهد آمد. این دسته نفتالی و جوان را ستاره‌های فوتبال بلژیا از امتحان خواهند گذرانید. اگر رود و این امتحان با بهای اعلی برای فرانسه جنبش شود، تنها یک قدم دیگر برای به دست آوردن عنوان قهرمانی باقی میماند. پیش از بازی دوره نیمه‌نهایی جام جهان 2018 هیئت دسته فرانسه تمرین‌های خویش را در ورزشگاه سنت پتربورگ برگزار کرد. تمامی عضو دسته غیر از کیلیان مباپه در تمرین‌ها در این میدان باشگاه شرکت نمود. اگر رود و این فوتبالباز به دسته خود کمک کرده نتواند، آنگاه این به منتخب مذکور تلفات بزرگ خواهد بود. در مشق‌های دسته حمایتگر بنجامین پاور و اینچنین محافظتگر نگولو کانته در علاهیدگی تمرین‌های خویش را ادامه دادند. سرمربی دسته منتخب فرانسه دیده دشام در نشست خبری اطلاع داد که همه بازیگران به این بازی آماده هستند. ما بعضی فوتبالبازان را اجازه استراحت دادیم تا در رقابت با بلژیا خود را خوبتر احساس نمایند، گفت او. سرمربی دسته منتخب مذکور با سوال اون که روبرتو مارتینز در بازی با برزیلیا از لحاظ تاکتیکی حریف را به حیرت آورد، آیا شما با تغییرات ها در منتخب حریف آماده اید؟ چنین جواب داد: این یگان مشکلی ندارد، زیرا جابجاگذاری همیشه انجام داده می شود. دسته من به هر سناریو و نقشه بازی آماده است. آنها مقابل برزیلیا خوب هنرنمایی کردند و احتمال است با ما نیز با این نقشه به میدان آیند. عامل اساسی در آن است که بازیگران بلژیا نوبست از آن که چگونه در میدان توپرانی میکنند، همه وقت دقت خود را به خط حمله روانه میسازند. باور دارم که در دسته ما هم تغییرات انجام داده می شود، ولی این از بازی دسته بلژیا وابستگی دارد. Est-ce qu'ils en prendront face à nous? C'est probable. Voilà, la grande différence sur jusqu'à ce match-là. دسته منتخب بلژیا تمرین‌های پیش از بازی خویش را در شهر مسکو دایر نموده، هیئت بازیگران بعد نصف روزی عازم سنت پتربورگ شدند. محافظتگر تیم مذکور کوین دبریونه و سرمربی روبرتو مارتینز بگاهی روز 9 ایون به سوال خبرنگاران در نشست مطبوعاتی پاسخ دادند. این امکانیت بین‌المللی خوب برای تمامی دسته‌ها بود که در جام جهان با سری بلند برآمد کنند. ما کاری را انجام دادیم که دسته نه تنها در سال‌های اخیر بلکه در 15 سال انجام نداده بود. برای من و هیئت دسته لحظه‌های مهم در جام جهان در پیش است، میگوید روبرتو مارتینز سرمربی دسته منتخب بلژیا. یکی از بهترین فوتبالبازی هیئت کنونی منتخب مذکور کوین دبریونه و سوال اون که سال قبل شما گفته بودید که بررسی تنها برای مظفریت میآید، چنین پاسخ داد: البته این بی‌اعتنا از جانب من نبود. ما دسته بسیار قوی داریم و اثبات خواهد کرد که بهترین تیم جهان است. ما الکی به یک چند هدف نائل شدیم و میخواهیم این را ادامه بدهیم. دسته های منتخب فرانسه و بلژیا راه مشکل را تا رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی طی نموده، بعضی از دسته های مدعی را از ادامه رقابت ها محروم ساختند. یکی از این دسته ها بعد بازی اشتراکی واخوری نهایی خواهد شد. کدام تیم است، فرانسه یا بلژیا؟ وقت نشان می‌دهد. دیده دشام سرمربی تیم منتخب مذکور در نشست خبری گفت که این دسته میتواند در تاریخ فوتبال فرانسه یک صحیفه نوی را باز بکند، زیرا نسبت به سالهای گذشته مخصوصا فینال سال 1998 و 2008 این تیم کلاً تفاوت دارد. یعنی بازیگران این دسته کلاً هیئت نو دارند. پس از سال 1998 و 2006 که منتخب فرانسه یک دفعه غالب آمده بود و یک دفعه در فینال شکست خورد، این هیئت کلاً دسته دیگر است و هیئت جوانگردیده دسته منتخب فرانسه امکانی باز کردن صحیفه درخشانی فوتبال فرانسه را دارد. با بخل مراسل اکرم کلانوف، مخصوص برای برنامه خبر از شهر سنت پتربورگ،